کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان روز 18 مارت خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری چند حالت فرآمدن ترمه، سنگریزی و یرش و آبخیزی ها ثبت شده است. از جمله صبح 17 مارت سال 2022 ساعت 2:15 در حدود دهه شادی جماعت به نام گداعلی فنویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان بر اثر فرآمدن ترمه دو خانه ساکنان این دهه و یک بنای یاری رسان پوره خراب شدند. ترمه همچنین 100 متر رو و تقریبا 350-400 متر خط نیروی برق را خراب کرد. خوشبختانه کسی بر اثر این آفت طبیعی آسیب ندیده است. همچنین روز 17 مارت یک ترمه دیگر در بدخشان بالای دهه میدان شهر جماعت پورش نوینویه شغنان فرو ریخت. در نتیجه این آفت آخر یک ساکن میدان شهر خراب شده، 3 چهارپای خردش نابود شدند. برای معاین کردن حجم ضرر و رفع عاقبت‌های آفت طبیعی، کمیسیاهای نویوی حالت‌های فوق‌العاده علاقه دست به کار شدند. نزدیک ساعت 2 شب 18 مارت در کیلومتر 423 راه کولوب شاهین دروازه در نزدیکی جماعت ویش خروینویه دروازه سنگ ریخته راه را بسته است. خوشبختانه کسی در این حادثه نیز آسیب ندیده است. صبح 18 مارت راه‌های کولوب، قلعه خم ونج خوروغ و ونج روشان هنوز موقتا بسته بود. همین طور صبح بر وقت 18 مارت تقریبا ساعت 9:53 در کیلومتر 266 راه دوشنبه کولوب خوروغ در موضع یخچه کولینویه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان یک یرچ درازش 35 متر به بالای راه فرو ریخته راه را موقتا مسدود کرد. رفع عاقبت‌های این آفت ادامه دارد. روز گذشته همچنین در جماعت‌های یور و مندانه در کنار پنجکین سیل آمده پول بین دو جماعت را ویران کرده است. حالا ترمیم این پول ادامه دارد. بنا به پیشبینی هواشناسان تا 20 مارت هوا در تاجیکستان پربارش باقی میماند و در این روزها خطر سیل و آبخیزی، ترمه و یرچ و سنگریزی خیلی زیاد گفته می شود. کمیته اولتوی فوق‌العاده از اهالی خواهش میکند که در چنین روزهایی که خوف و خطر ترمه و سیل و آبخیزی وجود دارد، از سفرهای بدون ضرورت بخصوص به منطقه‌های کوهستانی خودداری نمایند.